اینجوری نکن با دلم آی نیرون چشمک مبروری جذاب. درود برای همه بینندگان عزیز شبکه اجتماعی دلیل مالی. امیدوارم شما خوب و خوش و سلامت و سری حال سرپل هستید. هفتم می است، روز رادیو و بخصوص روز رادیو دوست داشته من، روز رادیو وطن و دو تا دوستای عزیز من، خواهر و دختر شیرین من دلشاد و گلناز که حالی پیش بالام گشتند. چند لحظه ما مهمون بودیم در وطن و بسیار خوشحال شدم که برای ما چند لحظه اجازه افیر دادن و سرود دوست داشته من برام ماندن و این استودیوی دوست داشته من بود، این رادیو وطن. دوستای عزیز هر کجای دنیا هستین، نگاه نکرده به نظر اندیشه‌های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و دینیتون بیان اعتراف کنیم که وطن دیگره، وطن ارزش دوست داشتن دارد. با همین جواناش و با این جوانایی که هستن اینجا، ژورنالیست‌های آینده از دانشگاه ملی آمدن برای تبریکات رادیو. سلام به همه کسانی که ما رو می‌بینید. ژورنالیست‌های آینده، اینا آینده ستاره میشن دیگه، یافتنشون مشکل میشه. وطن دیگره بچه‌ها. بله ما وطن رو به نهایت دوست می‌داریم. سلامت باشن. و امروز هم مخصوص ما همین فوتبالکای تکشی وطن پوشیده آمدم به خاطر احترام و صمیمیت و محبتم به رادیو وطن. بیا یک لحظه سرود گوش کنیم. خب نامش چی بود؟ مسعود صادقلو که یکی از سرودهای دوست داشته من بود، زدی بارون. سلامت باشین، همیشه با رادیو وطن و با تاجیکستان با وطن باشین. پدرود تا درودهای دیگر.